آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است در شهر خاروخ با نمایش کتاب ها اثرهایی که به نامیناسیون های آزمون مربوط می باشند آغاز یافت. کتاب ها از کتابخانه های شهر خاروخ کتابخانه های شخصان علاهیده منظور گردیده برای ادبیات کودکان و نورسان گوشه جداگانه اهدا گردید. در این آزمون 9 نفر اعضای حکمان، 130 نفر اشتراکچیان طالب علمان مؤسسه های تعلیمی شهر خاروخ، 5 نفر آموزگاران، 13 نفر دانشجویان دانشگاه دولتی خاروخ، کارمندان مقامات اجرای حاکمیت دولتی شهر خاروخ، متخصصان شعبه معارف شهر، اینچنین عالمان، زیاییان، والدان و دیگر مهمانان اشتراک داشتند. لالجوبه میرزا حسن استاد دانشگاه دولتی خاروخ، رئیس شعبه بدخشانی اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان قید نمود که آزمون توجه اهل جامعه را به مطالعه کتاب به مراتب زیاد نموده، یکی از آزمون‌های بهترین در سال‌های آخر محسوب می‌یابد. آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است را رئیس شهر خاروخ میرزا نبات علیشیر خدابردی افتتاح نموده قید نمود که برای در سطح بلند برگزار گردیدن این آزمون که به 30مین سالگرد آزادی کامل وطن جشن ارجمند و متنتن ملت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بخشیده شده است، طبق قرار رئیس شهر ستاد دایر گردید. در این ستاد پیوسته بابت آمادگی‌ها به این فرخنده آزمون معلومات منظور گردیده شد. برگزاری آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است نه تنها بازگو از سطح کتابخوانی و کتابداری نسل امروزه، بلکه شهادت از ارجگذاری امروزیان به میراث بزرگ مقام و بزرگ منیش اجدادان ما می باشد. طالب علمان مؤسسه تعلیمی رقم 6 شهر خاروخ در چاره‌بینی بابت مهمیت این آزمون و ثمره نتیجه بخش آن برآمدها منظور نمودند. بعد گذراندن دور یکم آزمون به دور دوم از شهر خاروخ 130 نفر خواننده و 5 نفر آموزگار رو خط گرفتند. ما این در 3 روز این آزمون گذرانیده می شود و در روز یکم همگی اشتراک کننده 50 نفر از روی نامیناسیون های ادبیات کلاسیکی، ادبیات معاصر، ادبیات جهان که 50 نفر اشتراک کننده هستند اشتراک میکنند. در تاریخ سیوم همگی 46 نفر اشتراک میکنند از روی نامیناسیون ایجاد نظم و نثر و ادبیات کودکان، نورسان و آثار شفاهی و در تاریخ چهارم همگی 39 نفر اشتراک میکنند خوانندگان از روی نامیناسیون ادبیات کودکان، نورسان و آثار شفاهی. آمادگی به این آزمون در سطح بلند است. هیئت حکمان عبارت از خادمان کلان علمی، استادان دانشگاه دولتی خاروخ، نامزدان علم‌های فیلولوژی، کارمندان انستیتوت علم‌های گومانیتاری به نام اکادمیک بهادر اسکندرов، شاعران با جدیت خاصه به آزمون مناسبت نموده آن را بزرگترین وسیله انعکاس کننده غایه‌های ملی، میراث نیاگان، تاریخ مردمان منطقه معنی داد نمودند. یکی از برتری‌های اعظم خوب از نقطه نظر بنده آن است که در گذراندن آزمون یگان محدودیت در سن و سال در تحصیلات وجود ندارد. فکر میکنم رسالت اولین این آزمون که جناب والی چند بار قید کردند این است که جلب توجه شهروندان به مسئله کتابخوانی است. هدف نهایی آزمون بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های نو سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، تکمیل ذخیره لغوی، تقویت جهان معنوی اهالی کشور می باشد.